نیستن. سلام دوستان، خسته نباشید. همکاران و دوستان عزیز، این ماشین آورد پیش ما به علت نداشتن گردش آب، داغ کردن و آمپر چسبیدن ماشین. الان ما گفتیم واتر پمپ خرابه، واتر پمپ رو باز کردیم، حالت داغان، خراب پرکاش اصلا از بین رفته و نیستشون پرکا. فکر کنم رفتن داخل اینا دو تا از پرکاش داخل سیلندر. این پرکاشه، این لبه واتر پمپ هست، این نوشه، اینم کهنش. این بیشتر علت آب لوله کشی یا آب کولر هم همین بلا و سرشون میاره، چون اسیدیه آب کولر. اگه میریزید آب نانو یا آب مقطر بریزید. خسته نباشید، ممنون.